حضرت سعدی هم میگن که برگ درختان سبز در نظری هوشیار، هر ورقش دفتر است معرفت کردگار. همین برگ درختان سبز در نظر آدمی که با تدبر نظر میکند، با تفکر نظر میکند، هر یک برگش یه دفتر است، توحید است، دفتری خداشناسی است، دفتری شناختن الله تعالی است، دلالت به قدرت الله تعالی میکند. وقتی که به مخلوق نظر میکنید بزرگی سازنده او را به خاطر میارید. وقتی که یک عمارتی با حشمت را دیدید در حال ارکیتکتوری آن را به خاطر میارید. این کی ساخته است؟ این کی فکر کرده است؟ اساسگذار این کی است؟ او به قول طاهر همدانی به صحرا بینگرم صحرا تو بینم، به دریا بینگرم دریا تو بینم، به هر جا بینگرم کوه و درودش، نشان از قامتی رعنا تو بینم. صحرا نگاه میکنم تو را میبینم، چقدر زیبا آفریدی. به دریا نظر میکنم تو را میبینم ای الله. به هر جا بینگرم کوه و درودش، نشانی روی زیبایی تو بینم. در دیگر نسخه رعنا به معنای جمیل، زیبا، جمال زیبایی تو را میبینم، بزرگی تو را میبینم.